خودشان نماز نمیخونن بار شما میکنن. شما آدم به نماز بیزاره نه؟ من آدم به نماز بیزار و من آدمی که نماز میخونه کتاب میخونه همه دو بدرم که گمراهش کنو. مطلب شما همیه آدم مسلمان حقیقی میدروین. او انسانی که نماز نمیخونه رنگ شما ایه؟ خود من همو خیلی ولی چیکار میکنه با بپرسش که تو چی رو نمیخونی؟ ما رو شیطان گمراه کرده. پس با میپرسن شما همین آدمای جین خان میپرسن که چی به نماز نمیخونی؟ بار شما میکنه؟ میگم شیطانی بدبخت میگم ما رو خیل کرده. شما ایوا بیزاری نه؟ خود من خیلی آدم میگریزه. خطا نیوتری آدم میگریزن که شما برای آدم سجده نکرده نه؟ اینا برای خداوند سجده نمیکنن نه؟ یاروشون اسیام میکنن نه؟ خچا نمیخونن نه؟ خودشان نمیخونن. با یک کسوال میتیشه چی ده وقتی نماز تا نخوندی؟ ایمان شیطان وسوسه کرد من خواب کردم. یعنی شیطان رو بینامد میکنه نه؟ اگه ای بخچه بدبخته؟ اکی بسم الله بگو اکی ای خواهری ما انشاءالله که اهل تقوی ببره بدنی رقم نتی میلش؟ برای چی بدنی در اومدی؟ اینا امید میشم که اومی کاخش بخورم. اکی تو ایش کنیم تو میبره میره؟ من همون روز اینا امید میشم. همون روز اکی شو کنه؟ اکی بسم الله بگو اکی غمش نتی برودش اکی با مسلمانی قد شوار کنه тебе никто не спрашивал. Ты рот закрой. Бисмилля, скажи, ты выйди с нее сначала, потом говори что-то. بیا بسم که من سوره دخانه میخونم. بسم الله حرکت کنی بروین. بروین نکن. همون روز که ناامید میشم میرم ای بدنی همین دختر همون روز که توی کنم ای خونی پدرش برو دیگه روز این ناامید نمیشم. امور اگه ناوی نکاح گفتی هاست با تو در توی گذشتی کن. تمام اگه بسم الله هازی بإذن الله حرکت میکنی میبروین فهمیدی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم